سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. ما توی این کلیپ می‌خوایم برخی از سیالات رو که یا نیوتنی ان یا غیر نیوتنی ان مورد بررسی قرار بدیم و خواص اونها رو توی شرایط مختلف ببینیم که چجوری هست. سیالات غیر نیوتنی همون مایعی که میتونه این رفتار رو نشون بده، همچنین میتونه این رفتار رو هم نشون بده. چرا آب این رفتار رو نشون میده؟ ما دو نوع سیال مختلف داریم، نیوتنی و غیر نیوتنی. سیالات نیوتنی چیزی که ممکنه بیشتر با اون آشنا باشیم، مثل آب، شیر، روغن. اینا همشون سیالات نیوتنی هستند که ویسکوزیته آنها با تغییر نیروی اعمال شده ثابت میمونه. ویسکوزیته معیاریه که نشون میده یک سیال تا چه اندازه در مقابل جاری شدن مقاومت میکنه. وقتی میگیم سیالی ویسکوزیته بالایی داره، به این معنیه که سیال کنتر حرکت میکنه، و وقتی میگیم ویسکوزیته کمه، این معنی رو میده که سیال سریعتر حرکت میکنه. آب چیزیه که برای زنده موندن به اون نیاز داریم، و سس شکلاتی چیزیه که روی پنکیک‌ها و بستنی‌ها استفاده میشه. شما به احتمال زیاد خیلی خوب میتونید حدس بزنید که کدومشون ویسکوزیته بالاتری داره. اما بیایم یه نگاه بندازیم بهشون، میبینیم که آب سریعتر جاری میشه و سس شکلاتی کنتره. نتیجه میگیریم که آب یک سیال با سرعت بالا و ویسکوزیته کمتره. بنابراین برای سیالات نیوتنی تغییر نیرویی که به سیال وارد میکنیم، مثل سیلی زدن آرام به سیال یا ضربه زدن به اون، باعث تغییر ویسکوزیته اون نمیشه. از طرف دیگه سیالات غیر نیوتنی داره ویسکوزیته یعنی که با تغییر نیروی اعمال شده به اونها رفتار متفاوتی نشون میدن، مثل سیال ابتدای ویدیو که وقتی نیروی زیادی به اون وارد میکنیم رفتارش متفاوته با وقتی که نیروی کمتری به اون وارد میکنیم. این نوعی از سیال‌های غیر نیوتنیه که به عنوان سیال دیلاتانت شناخته میشه که ویسکوزیته اون با نیرو افزایش پیدا میکنه. این مایع که در اینجا به نام اوبلک شناخته میشه، یک سوسپانسیون نشاست ذرت در آبه. یک سوسپانسیون مخلوطی از یک جامد و یک مایع است. در این مورد در اینجا نشاست ذرت جامد ما میشه و آب مایع ما میشه. نشاست ذرت یک مولکول حجیمه که توی نقاشی ما با مستطیل نشون داده میشه. از طرف دیگه آب یک مولکول کروی بسیار کوچیکه، بنابراین ما اون رو با دایره نشون میدیم. وقتی این دوتا رو با هم ترکیب میکنیم یه سوسپانسیون به دست میاریم که هر نشاسته ذرت توسط مولکولهای آب احاطه شده. در صورت وجود نیروی ضعیف، برای مثال فشار دادن دست روی نشاسته ذرت، تنها کمی نیرو وارد میشه. در این حالت مولکولهای نشاسته ذرت میتونن از کنار یک دیگه بلغزن، زیرا آب بین اونها مانند توپ‌های کوچیکی عمل میکنن که میتونن روی آنها بغلطن. اما وقتی یه نیروی قوی وارد میکنیم، مولکولهای آب از بین مولکولهای نشاسته ذرت به بیرون رانده میشن. در این حالت نایعی ایجاد میشه که تقریباً تماما نشاسته ذرته و اونجا مولکول آبی وجود نداره. برای اینکه سوسپانسیون مانند یک سیال غیر نیوتنی رفتار کنه، باید نسبت مولکولهای نشاسته ذرت به مولکولهای آب توی محدوده معینی باشه. اگر تعداد مولکولهای آب زیاد باشه، سوسپانسیون مانند یک سیال نیوتنی رفتار میکنه. اگر تعداد مولکولهای نشاسته ذرت بیش از حد باشه، سوسپانسیون مانند یک جامد رفتار میکنه. به این دلیل که مولکولهای آب کافی در بین مولکولهای نشاسته ذرت وجود نداره تا اونها در کنار یکدیگر قرار بگیرن. و در این ناحیه حالا اکثریت مولکولهای نشاسته ذرت وجود داره که مثل یک جامد رفتار میکنه. ضربه زدن به اون تا حدی مشابه ضربه زدن به یک سطح سخته. نوع دیگه از سیالات غیر نیوتنی به اسم سیال شبه پلاستیک وجود داره. اینا سیالایی هستند که ویسکوزیته اونا با افزایش نیروی اعمال شده کاهش پیدا میکنه، اصلا برعکس سیال دیلاتانت. ولی هنوز درک نشده که چرا سیال شبه پلاستیک چنین رفتاری انجام میده. نمونه ای از مایع شبه پلاستیک که بسیار رایجه سس کچاپه، همون سس لذیذی که شبیه یک پلاستیک عمل میکنه. به این دلیل ما میگیم شبیه پلاستیکه که وقتی روی همبرگر سیب زمینی پخشش میکنیم، برخلاف سایر مایع‌ها حالتشو حفظ میکنه. ما اینجا یه بطری سس کچاپ رو برعکس میکنیم، اما از اون چیزی بیرون نمیاد. وقتی نیرویی مثل ضربه زدن به اون اضافه میکنیم، ویسکوزیته سس کچاپ کاهش پیدا میکنه و اجازه میده تا سس بیرون بیاد. حالا میخوایم به شما نشون بدیم که خودتون چجوری سیال غیر نیوتنی رو تو خونه بسازید. آسونه. شما به یک کاسه نیاز دارین و مقداری نشاسته ذرت و آب و چیزی نیاز دارید تا همه اینا رو با هم مخلوط کنید.
و همچنین یه فنجون اندازه‌گیری کوچک نیاز دارین تا بتونید 3/4 اون رو نشاسته ذرت پر کنید و 1/4 هم با آب پر کنید. مراقب باشید که ماده روی لباستون نریزه. اگر اشتباهاً ماده روی لباستون ریخت نگران نباشید، چون به راحتی با آب شسته میشه. سعی کنید با قدرت زیاد اون رو بگیرید و بلند کنید. به دقت به این سیال نگاه کنید. شما اکنون چیزی ساختید که هم مایع است و هم جامد. باحاله یا نه؟